فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی سوالشون این است یا مسئلهشون این است که اهل افغانستان بودن و گفتن که چند سال پیش میخواستم برم ایران. خانمم قرآن آورد و گفت که نرو. بعد خانمم فوت کرده و از عالم پرسیدم که چیکار کنم. عالمی گفت که 500 افغانی بده و برو، یعنی به عنوان صدقه بده برو. بعد در ایران نیز پولم به سرقت رفت. حالا این قضیه به چه صورت میاد؟ در مورد گرفتن فال از قرآن، در من سوالشون در مورد این بود که فال گرفتن از قرآن رو باز میکنن، فال میگیرن که این کار رو انجام بدن یا این کار رو انجام ندن. این فال یک فال ناشرعی هست، غیر شرعی و غیر مشروعی هست و چنین فالی رو ما در اسلام نداریم که قرآن رو باز بکنند و بگند که مثلا فلان آیه به شما این توصیه رو کرده که این کار رو انجام بدید یا این کار رو انجام ندید. چنین فالی در واقع وجود نداره و بدشگونی هم در دین مبین اسلام چنین جایگاهی رو نداره و رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین موارد رو کاملا رد کردن. در زمان جاهلیت از در واقع نوع پرندگان فال می گرفتند یا اگر این پرنده به سمت راست میرفت یا چپ میرفت اینو به فال خیر یا فال بد میگرفتن که تمام اینها رو رسول الله صلی الله علیه و سلم نفی کردن، چون این چیزی وجود نداره. پس بنابراین ایشون نباید وسواس داشته باشند. این عملی که ایشون انجام دادن، یعنی فالی قرآنی گرفتن، هیچ گونه تأثیری در سرنوشت ایشون نداشته که به خاطر اینکه جناب شیخ شما از این سوالشون اینجوری بود که طرف میخواد از به صورت فال استفاده بکنه و بخواد که فال بگیره تا اینکه مشکل حل بکنه یا اینکه خود به خود یعنی به عنوان آیه قرآن استفاده میکرد. نه، ایشون میگفتند که قرآن را باز کردند، خانمم گفته که نرو، این سفر برای شما مبارک نیست و به صورت فال بدی در اومده و الان به چه صورتی اینو برخلاف این فال عمل کردند و رفتن به ایران و دوچار این شدند که مال هم باختند و موارد دیگر. من همین عرض کردم که این موارد شرعی نیست، این فالشون یه فال اشتباهی است و هیچ گونه تأثیری رو در آینده زندگی ایشون نداره که مالیشون رو به سرقت بردند یا مصیبتی بر سریشون اومده. این به خاطر اون فال در واقع نیست. این خودش یعنی تقدیر الله متعال بوده که این مصیبت ها بر سر شما بیاد. این هیچ گونه نقشی رو و هیچ گونه ارتباطی رو به باز کردن قرآن نداره و خود این نوع فال گرفتن از قرآن کریم که اینو قرآن رو باز بکنند و این گونه فال بگیرند، همون گونه که عرض کردن این فال نامشروعی هست و جایز هم نیست. بهترین راه حل هم استخاره است که رسول الله صلی الله علیه و بله، اون چیزی که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم تدوین کردن برای مسلمانان این است که انسان باید استخاره بکنه قبل از این کاری رو انجام بده. استخاره بکنه. استخاره هم روشش این است که قبل از این که عملی رو انجام بده 2 رکعت نماز بخونه، غیر از نماز فرض، یعنی 2 رکعت نماز سنت یا نماز نفل رو بخوند. بعد از این 2 رکعت دعا بکنه: اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسالک من فضلک العظیم الی آخر دعایی که هست و مفهومش این است که دعا بکنه که خدایا من از علم تو علم می‌طلبم، از قدرت تو قدرت می‌طلبم. اگر این کار به صلاح من هست در دین من، در دنیای من، آخرت من، این کار رو برای من میسر بکن و مرا موفق بکن به این کار. خدایا اگر این کار به صلاح دین و دنیا و آخرت و عاقبت من نیست، این کار رو از من منصرف بکن و مرا از این کارم منصرف بکن و خیر و عافیت رو هر جا هست برای من مقدر بکن. بعد از این هر چیزی رو که تصمیمی رو که گرفت ان شاء الله تصمیم خیری خواهد بود و موفق خواهد.